چرا یه نفر وقتی سر کلاس درس میشینه و یه چیزی رو یاد میگیره خیلی فرق میکنه با کسی که وسط یه کارگاهه همون چیزا یاد میگیره؟ خب مشخصه با همه چالش‌هاش توی کارگاه آشنا میشه، با همه نواقص آشنا میشه، عیب و ایرادها رو از نزدیک میبینه، حسن‌هاش هم همینطور. توی کتاب خیلی به این چیزا پرداخته نمیشه، بر همین شما دعوت میکنم به آموزش فیلمسازی از نزدیک. سطح شهرها پر شده از کلاس‌های کارگردانی و فیلمسازی. یه کلاسیه، یه استادی میاد توی اون کلاس و فیلمسازی رو تدریس میکنه. خیلی وقتا میان از توی کتاب فیلمسازی رو یاد میگیرن، کتاب مثلا فلان باز میکنن و توش فیلمسازی یاد میگیرن. خیلی وقتا از توی پادکست ها یا از توی ویدیوهای کوتاهی که یک نفر جلوی دوربین نشسته و آموزش میده که چطور فیلمساز شده. من به نظرم خیلی از توی اینها آدم با سرعت مناسب و با دقت فیلمساز نمیشه. میدونی چرا؟ به خاطر اینکه وقتی یک نفر حضور نداشته باشه داخل اون صحنه فیلم برداری، واقعا فیلمسازی رو از نزدیک درک نمیکنه. تو کتاب ننوشته که صدا بردار همچین اشتباهی کرد باید چی کار بکنیم، یا فیلم بردار اگه به این چالش خود باید چی کار بکنیم. اینها توی صحنه فیلم برداری مشخص میشه. من شما رو دعوت میکنم به آموزش فیلمسازی از نزدیک. چرا میگم از نزدیک؟ به خاطر اینکه میخوام شما رو ببرم توی پشت صحنه‌های فیلم هام و اونجا با واقعیت فیلمسازی آشنا بشید. اونجا از نزدیک توی مرحله پیش تولید، توی مرحله تولید و پس تولید و حتی پس تولید با فیلمسازی آشنا بشید. این چه فرقی میکنه جنسش؟ فرقش اینجاست که وقتی شما میایین از نزدیک بغل کارگردان وای میستین و فیلمسازی رو تماشا میکنید، آموزش میبینین، فقط دستور عمل نمیبینین. اون چالش‌ها، اون فن و فوت‌ها که گاهن سر صحنه اتفاق میفته با اونا آشنا میشین. اشتباهی که یک نفر انجام میده و بازخورد یک نفر دیگه رو میبینید. بذارید مثال بزنم. من داشتم یکی از فیلم‌ها میساختم که یه مشکلی سر صحنه بر ما پیش اومد. میدونید چی بود؟ این مشکل تو هیچ کتابی نوشته نشده، هیچکی نمیگه. اون مشکل این بود: ما داشتیم جنوب شهر تهران فیلم برداری میکردیم، یک باره یک آدم از حالا داتای اونجا اومد و همه رو به فحش کشید و گفت من نمیذارم کسی اینجا فیلم برداری بکنه. گفتیم خدایا الان چیکار بکنیم؟ تایممون کم بود، به کلوین داشت میافتاد. البته خیلی تایم داشتیم، اگر ضبط نمی‌کردیم به مشکل برمیخوردیم و یه شوکی به تیم وارد شد. مدیر تولید، بچهای حرفه‌ای بود، اومد سریع یه نگاه انداخت، چی نگید، رفت سمتش و یه دست انداخت بغلش، از اون جیبش یه دونه 100,000 برداشت، اینجوری نشون طرف داد، گذاشت توی جیبش. گفت خب چه خبر حاجی؟ من دیدم رفت باهاش اون طرف و یه چرخی زد و برگشت. وقتی که برگشت این طرف این دفعه هم دوباره داد زد، ولی یه فرقی داشت. گفت من میدونم با کسی که جلو اینا نذاره اینا فیلمشون رو بسازم، من پشتشونم. یه 100,000 تومانی باعث شد که تیم نجات پیدا بکنه. این از کجا به دست میاد؟ لو رفی میکروفونمه. من فیلم بردار، من کارگردان اونجا چی یاد گرفتم سر صحنه. همچین آدمی اگه همچین کاری باش بکنیم جوابه چه نسخه خوبی. نه که برای هر اتفاقی نسخه خاص خودش نیازه، ولی این تجربه‌ای که مال داخل صحنه است. فیلمسازی رو از داخل فیلمسازی یاد بگیرید.